برخلاف انتظاری ها روز دوشنبه 21 اپریل نه روسیه و نه اوکراین از ادامه یافتن آتشبسی که 30 ساعت ادامه داشت خبر ندادند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که آتشبس به خاطر عید مقدس مسیحیان روز دوشنبه به پایان رسید و پوتین فرمان دراز کردن مهلت آن را نداده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در شبکه‌های اجتماعی گفته است که روسیه پیشنهاد ادامه دادن آتشبس تا 30 روز دیگر و حمله نکردن به خانه ساکنان و انشاءات برقرسانی را نادیده گرفته است. مقامات اوکراین میگویند به هر اقدام روسیه پاسخ برابر میدهند. به تیر با تیر و به آتشبس با اعلان آتشبس پاسخ خواهند داد. روز شنبه پوتین گفت به خاطر عید پاک مسیحیان تا آخر شب یکشنبه به ارتش دستور آتشبس داده است. زلنسکی هم گفت سربازان اوکراین آتشبس را رعایت میکنند. با این وجود در یک روز آتشبس کم و بیش صدای تیرپرانی شنیده شده است. روسیه و اوکراین همدیگر را در نقض آتشبس عیبدار کردند. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که شب چند حمله اوکراین را رهگیری کرده است. اوکراین گفت برعکس روسیه عهد شکنی کرد. به ادعای مقامات روسیه ارتش اوکراین 444 بار به مفقع سربازان روس حمله کرده است. مقامات روس ادعا دارند که 900 پرواز بی سرنشین اوکراین را نیز به قید گرفتند. حرفای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خلاف گفته مقامات روس صدا داد. وی گفت که پس از اعلان رسمی آتشبس تا انجام آن روس‌ها بیش از 2900 بار به خاک اوکراین حمله کردند. به گفته زلنسکی روسیه بیشتر در خط جنگ در پاکروفسک و ولایت کورسک آتشبس را نقض کرد. در دوام آتشبس اعلان شده حمله ها کمتر بودند، ولی با این وجود دو جانب با پیشنهاد دلیل های خود از نقض آتشبس گپ زدند. روسیه بیش از 3 سال است که علیه اوکراین می جنگد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داده است که به این جنگ خونین پایان خواهد داد. جنگی که هزاران نفر در آن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.